روز 5 ینور در حکومت تاجیکستان چند تغییرات کادری صورت گرفت. از جمله شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی از مقامش برکنار گردید. امانزاده 45 ساله از سال 2020 به این طرف در این مقام کار میکرد و هنوز وظیفه نوش معلوم نیست. به جای شیرین امانزاده اکنون وزارت مهنت و مهاجرت را گلنار حسن‌زاده رهبری خواهد کرد. روز 5 ینور در این نهاد گفتند حسن‌زاده به عنوان وزیر نوی مهنت، مهاجرت و شغل اهالی معرفی شده است. گلنار حسن‌زاده تا این دم رئیس آژانس آماری نزد پرزیدنت بود. بر اساس تغییرات دیگر جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار تعیین شده است. نور محمدزاده سال 2020 از مقام رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود و تا این دم در حکومت تاجیکستان وظیفه نداشت. با گفته منابع رادیوی آزادی، دولت علی سعید که 10 سال اخیر معاون اول سروزیر بود، اکنون رئیس ولایت ختلان تعیین شده است. قربان حکیمزاده که تا امروز رئیس ولایت ختلان بود، اکنون وزیر کشاورزی تاجیکستان می باشد. طبق اطلاع دریافتی در حکومت تاجیکستان تغییرات‌های دیگری کادری هم انجام شدند که در نظر است بگاهی 5 ینور اعلان شوند. عادتاً در ماه ینور در حکومت تاجیکستان تغییرات‌های کادری انجام می‌شوند. مخالفان این تغییرات‌ها را تنقید کرده می‌گویند آن بیشتر از جای وضع‌کنی کادرهای کهنه عبارت است، ولی مقامات همیشه تاکید کردند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه‌ها تعیین می‌کنند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.